اوکی میتونیم شروع کنیم الان. خب جلسه پیش رسیدیم به اینجا دارم جلسه پیش اینا رو دنبال کردیم، راجع به اون باوندد بودن یا نبودن صحبت کردیم. عملگرای خطی رو داشتیم بررسی میکردیم دیگه، مثلا موضعی بودن یا شبه موضعی بودنشون رو چک میکردیم و آره الحاقی رو تعریف کردیم، گفتیم واسه اینکه یه عملگر الحاقی باشه خودشو واسه اینکه یه عملگر خود الحاق باشه، هم خود ضابطه الحاقی و خودش باید با هم برابر باشه، هم دامنه‌شون باید با هم برابر باشه. یه مثال هم زدیم، مثلا دیدیم این همین عملگر تکانه روی بازه 0 تا 2p خود الحاق نیست. خب دامنه A استار با دامنه A فرق داره روی این فضای هیلبرت، روی L2 0 تا 2p. خب دیدیم A استار دامنش مثلا کوچیک‌تره، یعنی A دامنش همه توابع مشتق پذیر بود. A استار باید یه شرایط مرزی رو هم می داشت. U صفر با U 2p باید یکی می بود تا تعریف بشه این A استار. خب آره اینو گفتیم. بعد بسته بودن رو تعریف کردیم. این سیمتریک بودن هم فکر میکنم تعریف کردیم. آره سیمتریک بودن هم گفتیم. خب من تعریف سیمتریک بودن رو یه بار دیگه اینجا می نویسم. سیمتریک بودن یعنی اینکه سیمتریک بودن به این معنا بود که AU این برابر باشه با A، یا اینم بگیرید V. AU و V روی دامنش. خب یعنی لزومی نداره A و A استار دامنشون هم با هم برابر باشه. خب صرفا روی دامنه خود A و A استار یکی باشه. خب مثلا تو مثال قبلی که تکانه رو مثال زدیم، این بود دیگه، منفی آی دی به دی ایکس روی اون فضای هیلبرتی که داشتیم. فضای هیلبرتمون بود L2 0 تا 2p. خب روی این فضای هیلبرت این عملگری که اینجا نوشتم نشون دادیم که خود الحاق نیست. خب گرچه پی استار هم دوباره هست منفی آی دی به دی ایکس، ولی دامنهشون فرق داشت با هم. خب دامنه پی استار کوچیکتر بود، زیر مجموعه دامنه پی بود. خب چون یه قید اضافه هم داشت علاوه بر اونایی که توی پی اون قید دامنه پی بودن، باید یه شرط مرزی هم درست بگیم. خب پس از این میفهمیم که پی استار سیمتریک هست. خب پی استار سیمتریک هست ولی پی نیست. خب چرا؟ به خاطر اینکه پی روی تمام دامنش این با این برابر نمیشد. خب دیدیم دیگه روی اون بردارهایی که روی اون تابه هایی که یو صفر با یو 2p برابر نبود، اونایی که توی این شرط صدق نمی‌کردن، این با این برابر نمیشد دیگه، اختلافشون صفر نبود. خب بنابراین این سیمتریک نیست، ولی این سیمتریکه چون روی دامنه پی استار که دامنه پی هم هست، این با این برابره همیشه. و پس پی استار یه عملگر سیمتریکه ولی پی عملگر سیمتریک نبود توی این فضای هیلبرتی که من از 0 تا 2p تعریف کردم. تابع های دوباره انتگرال پذیر از 0 تا 2p. خب بذارید یه چک بکنم ببینم کجاییم. آها آره اینجاییم. خب
اما میشه این از سیمتریک بودن رو تعریف کردیم. بذار جلوش اینطوری بنویسم، اینو بیارم این طرف، اینا رو. تعریف سیمتریک بودن یعنی اینکه این با این برابر باشه به ازای هر وی و یوی عضو دامنه A. اوکی، این پس تعریف سیمتریک بودن. حالا یه سری کارا میشه کرد که گسترش دادین دامنه ها رو. یعنی اینکه ما یه سری عملکرد داریم که سیمتریکن ولی یعنی متقارنن ولی سلف جوینت نیستن، یعنی خود الحاق نیستن. خب به خاطر اینکه دامنه هاشون یکی نبود، مثل همین پی استار که سیمتریک هست ولی خود الحاق نیست دیگه، پی دامنش با پی استار فرق داره. خب آره، حالا میشه دامنه این عملگرایی که سیمتریکن و طوری گسترش داد که خود الحاقم بشن تو بعضی موارد. مثلا چی؟ بذارید اینو بنویسم. یعنی هدفمون اینه که یه سری عملگر که سیمتریک هستن دیگه، اینطوری می نویسمش، اینا رو تبدیل کنیم به خود الحاق. خب الان مثال میزنم، تو بعضی موارد این ممکنه. خب مثلا همین عملگر تکانه رو در نظر بگیرید. فرض کنید من یه عملگری تعریف کنم به نام A آلفا که این هست همون منفی آی دی به دی ایکس، دامنش هم هست با دی آلفا نشون میدم دیگه، نه دی ای آلفا. دامنش هم هست هم مجموعه همه بردارهایی که توی این شرط صدق میکنن. وی دو پی مساوی ای به توان دو پی آی آلفا وی صفر. یعنی شرط مرزیش این شکلیه. خب پس یه عملگر تعریف کردیم، دامنش هم اینه. خب کل فضای هیلبرتمون هم که همون قبلیه دیگه، L2 صفر تا 2 پی. این کل فضای هیلبرتمونه. دامنه این عملگرم رو تعریف کنم این زیر مجموعه اون فضا هست، کل فضا زیر مجموعه کل فضای هیلبرت. خب پس این عملگرا رو تعریف کردم و آلفا هم بین صفر تا یکی، به ازای هر آلفا بین صفر تا یکی من اینو تعریف میکنم. این عملگر A. خب خود A آلفا استار که برابر هست با A آلفا، چون جفتشون منفی آی دی به دی ایکس هم، دامنه‌شون هم با هم برابره. یعنی با این تعریفی که من انجام دادم الان دامنه‌شون برابر شد. خب میتونید چک کنید. بذارید اون فایل جلسه پیش رو بیارم ببینید چطوری چک میکردیم. چک کردیم دیگه اگه آره اینجوری بود. خب اینجا هم A رو تعریف کرده بودیم منفی آی دی به دی ایکس، ولی دامنه مثلا A کل فضای هیلبرت بود، همه فضای هیلبرت هم نبود دیگه باز، چون توی این علل اصول گسسته هم میتونه وجود داشته باشه، همونطور که نشون دادیم هست، نشون دادیم معادله شرودینگر شامل میشه اون گسسته ها. ولی اینجا توابع مشتق پذیر گذاشته بودیم دامنه ایو، بعد دیدیم که سلف جوینت نبود، نه خودش نه ای استار دیگه، چون ای با ای استار یکی نبود، دامنه‌شون فرق. خب حالا اومدیم دامنه رو عوض کردیم، خود تعریف عملگرمون رو همون نگه داشتیم، دامنه‌ش رو عوض کردیم. خب الان دیگه علاوه بر اینکه متقارنه، خود الحاق هم هست، یعنی دامنه‌شون هم با هم برابره. دوباره به همین میرسیدیم. الان این میبینید صفر میشه، یعنی یو استار دو پی وی دو پی یو استار صفر وی صفر. خب این الان اینجا چی میشه؟ یو دو پی استار وی دو پی منهای یو صفر استار وی صفر. خب این صفر میشه اینجا دیگه به ازای تابایی که توی این شرط صدق کنم. بنابراین
هم متقارن شد با همین تعریفی که از متقارن بودن داشتیم، هم خود الحاق شد، یعنی دامنه عملگرامون هم یکی شد. خب الان پس این ای آلفا استاره رو سلف ادجوینت کردیم، خود الحاق کرد. اوکی. و هر آلفا هم یه دسته عملگره دیگه. میخوام بگم که این دامنه ای که ما داریم تعریف میکنیم خروجی فیزیکی هم داره. خب صرفا اینطوری نیست که بگیم خب این منفی آی دی به دی ایت دیگه، به هر حال حالا دیگه دامنش مهم نیست. واقعا دامنش تاثیر داره، یعنی به صورت فیزیکی مشاهده پذیره این تعریفی که کردیم به ازای آلفاهای مختلف. خب هر آلفا اینو میتونیم از طیفشون بفهمیم. یعنی بیایم فرض کنید طیف این ای آلفا رو میخوایم به دست بیاریم. خب چیه؟ خب یه ویژه مقداراشو به دست بیاریم دیگه. منفی آی دی به دی ایکس وی مساویه با لاندا وی. خب این جوابش چیه؟ وی ایکس مساویه با ای به توان آی ام به اضافه آلفا در ایکس. خب که ام هم یه عدد صحیحه، یا یه عدد صحیحه دیگه، منفی هم میتونه باشه. خب این که چرا آلفا اومدم به خاطر این شرایط مرزی است دیگه. ما بین توابعی که این شرط رو دارن داریم دنبال ویژه مقدار میگردیم. خب بنابراین وی دو پی میشه به توان دو پی آی آلفا وی صفر. خب واسه اینکه اون شرط برقرار بشه این آلفا وجود داره. خب و لاندا چی میشه پس؟ لاندا میشه ام به اضافه آلفا دیگه. پس میبینید آلفا مستقیما توی هم ویژه بردارامون تاثیر داره، هم توی ویژه مقدارامون تاثیر داره دیگه. یعنی قابل مشاهده است این اصلا. خب این یه مثال بود از این که ما میتونیم یه تعدادی عملگر که متقارنن رو تبدیل کنیم به خود الحاق، چون تو کوانتوم هم معمولا با خود الحاق کار داره، این که دامنه‌شون هم یکی باشه. خب این همین ای آلفا هایی که اینجا تعریف کردم و شما میتونید توی مسائل فیزیکی هم ببینید. خب نمونه خیلی واضحش اثر آهارنوف بومه. خب این شرایط مرزی رو میبینید، این شرایط مرزی کاملا شبیه آهارنوف بومه دیگه. نه نمیتونید. بعد همین اثر آهارنوف بوم یه مثالم میزنم که نمیتونید هیچ جوره یه عملگر متقارن رو خود الحاق کنید. خب اثر آهارنوف بوم احتمالاً آشنایید با کلیت مسئله دیگه. ما یه سلنوید داریم، یه سیمپیچ داریم، توش میدان مغناطیسیه، بعد بیرونش هم میدان مغناطیسی صفر. خب یعنی بیرونش بی صفره ولی A نمیتونه صفر باشه، یعنی با اون پتانسیل برداری نمیتونه صفر باشه. خب بی اگه کرل A باشه، شار مغناطیسی چی میشه؟ میشه انتگرال B داد دی اس که میشه انتگرال کرل A دی اس، که میتونیم قضیه استوکس بزنیم. این میشه انتگرال روی مسیر A دات دی ال. خب پس A نمیتونه صفر باشه دیگه بیرون، چون دورش از بیرون یه دور بزنید باید انتگرالش بشه شار که غیر صفر. خب این از این. و اگه حالا پیمانمون رو تنظیم کنیم میتونیم A رو اینطوری بنویسیم. میتونیم بگیم A هست، تو دستگاه استوانه می نویسم، اون شاره تقسیم بر 2 پی آر تتا هست.
الان این ویژگی رو داره دیگه. روی یه دایره اگه بیایم دور بزنیم دور میدان مغناطیسی، یه دو پیار ضرب میشه توی این، میشه خود فی. خب حالا تو مکانیک کلاسیک چه اتفاقی میافتاد وقتی اینو مینوشتیم؟ اولا همیلتونیمون چیه؟ همیلتونیمون میشه 1/2 در پی منهای کیو ای، این به توان 2. هیچ فرض کنید هیچ پتانسیل دیگه هم نداره. خب این میشه همیلتونیمون. بعد اینو میشه باز کرد، مؤلفش هم نوشت 1/2 در پی آر به توان 2 تو دستگاه استوانه دارم مینویسم با این A، یعنی با این پیمانه. خب پی تتا منهای کیو سیوم فی به 2 پی، اون یک به آر دوش هم میبرم بیرون، چون اینم باید یه یک به آر داشته باشه به خاطر اینکه به خاطر لاپلاسی کروی استوانه، یعنی یک آروم روند به روند تتا دیگه. خب این به توان 2 به اضافه یه دونه هم واسه مؤلفه زدش به توان. خب این همیلتونیمون. بعد شما تو مکانیک کلاسیک میتونستید بیاید اینو حذف کنید، این جمله‌ای که اضافه شده رو. اینطوری که یه تبدیل کانونیک بزنید، پی تتا رو ببرید به پی تتا به اضافه کیو سیوم فی به 2 پی. خب تبدیل کانونیک هم یعنی یه تبدیلی که معادلات همیلتون رو عوض نکنه. خب الان به جای این تکانه اینو بذارید، هامیلتونیتون عوض میشه ولی معادلات هامیلتون تغییر نمیکنه. میتونید به جای اون تکانه از این یکی تکانه استفاده کنید. خب و این کارو بکنید کاملا توی جمله همیلتونیتون از بین میره. همیلتونیتون صرفا میشه همون پی 2/2 که همیشه بود و هیچ اثری از ذره نمیمونه و طبیعی هم هست دیگه، بیرون سیم پیچ هیچ نیرویی نباید به ذره وارد شه چون میدان مغناطیسی صفر، حرکتش نباید با بود و نبود سیم پیچ تغییر کنه. خب حالا تو کوانتوم بیاید ببینیم چطور میشه. تو کوانتوم هم یه تبدیل مشابه داریم. توی کوانتوم پی تتاتون هست منفی آی، اچ بارش هم حالا میذارم روند به روند تتا. خب این تکانه تتاتون. میتونید یه تبدیل یونیتری بزنید این دفعه، و این دفعه تغییر متغیری که معادلاتتون رو عوض نکنه باید یونیتری باشه دیگه. خب یه تبدیل یونیتری میتونید بزنید که به جای تاب موجتون که سایه، این یکی تاب موج رو در نظر بگیرید، این سایه رو بنویسید ای به توان آی به اچ بار کیو فای به 2 پی سی ضرب در تتا ضرب در حالا یک کای. از یک کای تعریف کردیم که اینطوری از روی سای به دست میاد و این معادله شرودینگرتون عوض نمیکنه، یه تبدیل یکانیه یونیتری. خب یعنی همین همیلتونی رو ببینید، این جمله که تغییر کرده دیگه، فرق داره با ذره آزاد. خب چی بود؟ پی تتا منهای اون ثابته. پی تتا رو هم که می نویسم منفی آی اچ بار روند به روند تتا، ثابته هم منفی کیو سیوم فی به 2 پی. فی به 2 پی. آره این بود دیگه. اینو اثر بدید روی سای، این چی میشه؟ این میشه اگه سای رو اینطوری جایگذاری کنید، این میشه ای به توان آی به اچ بار دوباره کیو فای به 2 پی سی تتا
در منفی آی اچ بار روند به روند تتا کای. خب پس اگه معادل شرودینگرتون رو بنویسید اچ سای مساوی ای سای مثلا، اگر اینو بنویسید سای رو بر حسب کای جایگذاری کنید بهتون میده پی دو به دو ام کای مساوی ای کای. یعنی معادله شرودینگرتون واسه کای ولی شد عین ذره آزاد معمولی. خب معادله شرودینگر رو خود معادله عوض میشه، یعنی اینطوری نیست که سای دیگه همون سای قبلی باشه. توی مکانیک کلاسیک هم حالا ایکس رو وقتی بر اساس تی به دست می آوردید فرق نمیکرد، ولی وقتی یه تبدیل کنونیکه اینطوری نیست که همیلتونی رو مثلا عوض نکنه. میبینید عوض کرد دیگه، همیلتونی قیافش رو عوض کرد، ولی معادل حرکتتون تغییر نمیکنه. اینه که بر حسب یه کمیت دیگه بنویسید یه تغییر متغیر صرفا. تنها خوبی که داره اینه که مثلا روند اچ به روند کیو پریم هایی که تعریف کردید هم مثلا برابر پی پریم هایی که تعریف کردید. خب این معادله درست میمونه دیگه، لازم نیست جمله اصلاحی بهش اضافه کنید به خاطر تغییر متغیرتون. اینجا هم معادله شرودینگر رو بر اساس سای بنویسید، خب یه چیز دیگه است توش، اینم داره. خب ولی نشون دادیم که میتونیم اینو یه فاز تغییر بدیم، سای رو یه فاز عوض کنیم و یه معادله برسیم عین ذره آزاد. خب این دوتا معادله کاملا چیزن، معادلن، همونطور که توی مکانیک کلاسیک هم شما تبدیل کنونیک بزنید یا نزنید نهایتا معادلن. حالا ولی تو کوانتوم اینطوری نیست که هیچی فرق نکنه. خب یعنی توی مکانیک کلاسیک تهش ایکس بر اساس تی تون هیچ فرقی نمیکنه. تو کوانتوم یه فرقی که میکنه شرایط مرزیه. یعنی شما وقتی که این معادله رو حل میکردید، شما وقتی که h سای مساوی e سای رو حل میکردید یه شرط مرزی هم میخواید دیگه، یه معادله دیفرانسیل یه شرط مرزی هم واسش باید بذارید. شرط مرزیتون این بود که سای تتا مساوی دو پی مساویه با سای تتا مساوی صفر. این شرط مرزی هم اضافه میکردید بهش. خب ولی اینجا چه اتفاقی میفته؟ این شرط مرزیش تبدیل میشه به اینکه این شرط مرزی که اینجا می نوشتید و واسه سای الان تو این معادله بنویسید. بهتون میده کای تتا مساوی دو پی برابر با ای به توان منفی آی به اچ بار کیو فای به سی ضرب در کای صفر. میبینید شرط مرزیتون فرق کرد. یعنی شما این فای رو کلا نمیتونید حذف کنید، تهش در نهایت تاثیر داره. با این تبدیله میتونید فای رو از معادله شرودینگرتون بندازید بیرون، بندازیدش توی شرط مرزیتون یا برعکس. خب اینطوری پس این شرط مرزیتون رو تغییر میده. خب این مثالی بود که میخواستم بزنم از اینکه ببینید این ای آلفا هایی که اینجا تعریف کردیم واقعا به درد بخورن. الان کاملا این چیزی که به دست آوردیم همینه دیگه. خب ولی گفتم در نهایت از کل معادلاتتون تو کوانتوم نمیتونید، توی فرم کوانتومش نمیتونید خارج کنید یعنی که هیچ جای معادلاتتون ظاهر نشه. با این تبدیلی که ما زدیم فقط از معادله دیفرانسیل پای بردیم، این معادله دیفرانسیلمون رو ذره آزاد کردیم، عوضش شرایط مرزیمون دیگه شرایط مرزی سایه عادی نیست. و این کاملا مشاهده پذیره دیگه، این تغییر فاز توی آزمایشگاه. شما میتونید آزمایش اسکترینگ انجام بدید، پراکندگی انجام بدید نزدیک جایی که این سیم پیچ حضور داره و اندازه بگیرید این اختلاف فازی که میگیرن. ولی همچنان این دوتا معادلن، یعنی میشه لحظه من
ببینید این جمله دوم معادل شرودینگر، یعنی این وجود داره دیگه. این جمله‌ای که به معادل شرودینگر اضافه شده. خب توی اینجا این جمله‌ای که به همیلتونی اضافه شده و همیلتونی هم اضافه شه میره تو معادل شرودینگر دیگه. خب این توی معادل دیفرانسیل هست. حالا ما فاز رو عوض کردیم که این جمله از بین بره. خب یه فاز وابسته به تتا توی تابع موج ضرب کردیم، یه تغییر متغیر دادیم که توی معادل شرودینگرمون دیگه ظاهر نمیشه. یعنی اگه وقتی بر اساس کای نوشتیم دیگه این جمله ظاهر نشد. ولی بازم دیدیم که توی شرط مرزیش رفت. یعنی از همه معادلاتمون نتونستیم بندازیمش بیرون این جمله اضافه شده رو. فقط از معادل شرودینگر انداختیمش بیرون. ولی معادل شرودینگر به تنهایی که جوابو نمیده. این معادل شرودینگر یه معادل دیفرانسیل، تهش شرط مرزی هم باید واسش بذاری که حل شه. توی اون شرط مرزی باقی موند. آزمایشگاهی که توش این کار رو انجام میدن، نمیدونم، آزمایش پراکندگی که تو هر آزمایش فیزیک ذراتی انجام میدن، ولی آهارنوف بوهو نمیدونم دقیقا کجا انجام میدن. یعنی کجا چه جور آزمایشگاهی انجام شد. آره. خب این از این. بعد یه مثال هم خواستم بزنم از این که شما همیشه نمیتونید عملگرای متقارنتون رو خود الحاق کنید. خب مثالش تکانه شعاعی. خب مثلا پی آر یه عملگره که تعریفش اگر بکنیم منفی آی دی به دی آر. خب این یه عملگریه که این راستای شعاع تکانتونه دیگه. دامنش چیه؟ اگه فضای هیلبرتمون هم مجموعه توابعیه که از صفر تا بی نهایت میرن دیگه. واسه آرشون از صفر تا بی نهایت میره یعنی. خب دامنه این پی آر میشه همه تابع های بین چطوری بگیم، همه تابع های مشتق پذیر از صفر تا بی نهایت. آرشون از صفر تا بی نهایت. خب و ضرب داخلی هم تعریف کرد. ضرب داخلی هم تعریفمون مثل همیشه است. یو در وی هست انتگرال یو استار وی دی آر از صفر تا بی نهایت. خب آره نه بپرسید سوالاتون، این مشکل نه. خب اوکی. حالا بیاید این بیاید ببینیم کی سیمتریکه. یعنی دامنه‌شو باید چی تعیین کنیم که سیمتریک بشه. خب کاملا شبیه اون محاسباتیه که ما اینجا هم انجام دادیم. یو ای وی چون همونه دیگه، دوباره آی دی به دی ایکس انگار، فقط ایکس همون به جای اینکه از منفی به نهایت و مثبت بی نهایت باشه یا اینجا از صفر تا دو پی باشه از صفر تا بی نهایت. کاملا همین محاسباته. همین چند خطی که اینجا هست. آره. این چند خطی که اینجا هست همینه همه محاسبات. فقط این بازمون دیگه از صفر تا بی نهایته نه تا دو پی. خب واسه همین اینا میشن بی نهایت. خب و چون اسکوئر اینتگربل هم باید باشه، بنابراین توی بی‌نهایت صفرن دیگه. تو بی‌نهایت اگه محدود باشن که دیگه انتگرالشون هم بی‌نهایت میشه. خب پس یووی بی‌نهایت صفره. خب پس اینا صفرن. میمونه این. خب ما میخوایم این صفر بشه. میخوایم ببینیم دامنه خود A رو، یعنی دامنه وی رو. این وی رو میخوایم ببینیم چطور تعیین کنیم که این بشه صفر. خب وی باید صفر باشه دیگه توی صفر. هیچ چاره دیگه ای نداره. پس نتیجه این شد که واسه اینکه
متقارنش کنیم باید تابعهایی رو در نظر بگیریم که توی صفر هم صفرن. این توی خود دامنه اصلیش نبودا. گفتیم اگر بخوایم دامنه‌ش رو یه طوری تغییر بدیم که خود الحاق بشه، که بخشی سیمتریک بشه، باید توی این شرط هم صدق کنیم. خب کل حرفی که زدیم الان این بود. تکانه رو گرفتیم، دیدیم چه شرطی روی دامنش بذاریم که متقارن بشه، سیمتریک بشه. دیدیم که باید تابعهایی که توی صفر صفرن رو بررسی کنیم. اما یه بار دیگه اینو حالا نگاه کنید. اگر v توی صفر بشه صفر، یعنی v کدومه؟ v عملگریه که a روش اثر کرده دیگه. پس v عضو دامنه a. خب نه a استار. اگر v توی صفر بشه صفر، اصلا مهم نیست u استار صفر چی باشه. یعنی u استار چی بود؟ u چی بود؟ u عضو دامنه a استار بود. خب u صفر هر چی باشه این صفره. پس اگر ما بیایم A رو، این عملگر A رو مثلا اینطوری تعریف کنیم که اسمش گذاشتیم PR. PR رو اینطوری تعریف کنیم که پس منفی I D به دی R، دامنش هم این بگیریم دی PR، اینو بگیریم تابعهایی که دیگه حالا ریاضیشو نمی نویسم که بدبختی نداشته، اون معلومه دیگه. همون ویژگی هایی که اینجا داشت به اضافه اینکه توی صفر هم بشن صفر. خب اگر اینو بگیریم PR استار دوباره میشه همه تابع ها، دیگه لزوم دیگه این شرط رو نداره. خب پس حرفی که اینجا زدیم چیه؟ گفتیم که اگر پی آر بخواد سیمتریک باشه این شرط رو میخواد. خب گفتیم پس اوکی، پس بیا اینو تعریف کنیم. پی آر این عملگره، دامنش هم اینه. خب خوشحال شدیم دیگه، الان سیمتریکه به نظر میرسه. خب این شرط سیمتریک بودن پی آر. پس پی آر، این پی آری که اینجا تعریف کردیم با این دامنه الان سیمتریک. بعد دیدیم که خب پی آر استار الان چیز نیست. پی آر استار حالا چیه؟ همه تابع هایی که توی مثلا فضای هیلبرت و مشتق پذیرن. دیگه این شرط رو نمیخواد پی آر استار. خب پس دامنه پی آر استار بزرگتر از پی آر شد، همونطور که دیدید. خب پس اینجا دامنه پی آر استار بزرگتر از دامنه پی آر. خب و اگرم این و میشه نشون داد، یعنی واقعا اثبات ریاضی داره، میشه نشون داد که هیچ کدوم از این کارهایی که اینجا کردیم، اینو میتونید بنویسید خودتون برید، هیچ کدوم کارهایی که اینجا کردیم که دامنه رو گسترش بدیم که این خود الحاق هم بشه، یعنی دامنه‌شون یکی باشه، هیچ کدوم جواب نمیده. خب و این عملگر رو نمیشه اصلا خود الحاق کرد. یعنی هر کاریش کنید دامنه پی آر و دامنه پی آر استار یکی نمیشه. و اینم سوال پرسیده بودید بالاتر هم دیگه که آیا هر عملگری رو که سیمتریکه میشه خود الحاق هم کرد؟ نه نمیشه لزوما. این مثال نقلش. آره اوکی، این بحثی بود که راجع به اینا داشتیم. حالا میریم سراغ روابط عدم قطعیت، جابجاگرا و روابط عدم قطعیت. و یکی از دلایلی که این کار داریم میکنیم اینه که اولا یه بار اثبات درستشو، که اثبات درستش منظورم این نیست که مثلا کتاب ها معمولا اثبات درستی ارائه نمیدن، چرا ارائه میدن، اون اثبات رو یه دور بررسی میکنیم، ولی بیشتر هدفمون اینه ببینیم چه فرضای ریاضی کردیم توی به دست آوردن اون. خب چون یه سری حالت وجود دارن که اصل عدم قطعیت رو میتونن نقض کنن. خب و
بذارید چک بکنم. آره و میبینین که این ناشی از اینه که ناشی از همینه که اون تاب موجایی که فکر میکنیم این اصل عدم قطعیت رو نقل میکنن توی دامنه عملگرا نیستن. خب پس این این که حواسمون به دامنه عملگرامون باشه خیلی مهم. آره این چیزی که میخوایم بررسی کنیم. یه چیز دیگه هم که فکر میکنم گفتم اون مطمئن نیستم. یه چیز دیگه که میشه دید اینه که مثلا تتا و پی تتا، یعنی تکان زاویه‌ای و خود زاویه، اینا دیگه عدم قطعیت ندارن. خب اینا دوباره با یه مثال عینی میبینیم که یه تاب موجی نشون میدیم که اصلا عدم قطعیت رو نقض میکنه و این هم میبینیم که چرا. دوباره به خاطر این داستانهای ریاضی که ناشی از دامنه عملگراست این مشکل هم ایجاد میشه. خب بریم بنویسیم اینا رو. یه چیز اینم نگاه میکنیم که کی مینیموم عدم قطعیت ممکن رو داره مثلا یعنی چه تاب موجی مینیموم عدم قطعیت رو داره. خب آره شروع کنیم اینو. خب ببینید ما تو مکانیک کلاسیک، حالا بذارید اینم بنویسم اینجا. ما تو مکانیک کلاسیک یه چیزی به نام خطا تعریف میکردیم. ببین مثلا بذار اینو یکم شک کردم. اینو بذارید رسیدیم بهش چیز میکنم. اینو مطمئن نیستم که آم، من چون این دومین باریه که دارم کتابو میخونم، من از دفعه اولی که خوندم کتابو یادم یه مثالی زده بود که اصل عدم قطعیت رو نقض میکرد، عدم قطعیت ایکس و پیو، که بعد معلوم میشد که مشکلم از اینجاست که اون تاب موجی که حد زده که این اصل عدم قطعیت رو نقض میکنه توی دامنه پی استار مثلا نیست. خب ما توی اثبات اصل عدم قطعیت همه اینا رو فرض میکنیم که اینا دامنه‌شون هم یکیه، دامنه پی با دامنه پی استار یکیه، دامنه ایکس با دامنه ایکس استار یکیه، همه اینا برقراره. یعنی اون تابعی که حدس میزنیم هم باید تو دامنه پی باشه، هم پی استار، هم ایکس، هم ایکس استار. خب ولی الان صریحا پیداش نمیکنم. خب ممکنه که اشتباه یادم بیاد ولی آره ولی رسیدیم اینو چک میکنیم. آره به این جلسه هم احتمال نمیرسه. این جلسه احتمالا همون اصل عدم قطعیت رو به دست بیاریم با همه فرضاش. اینو جلسه بعدی که میخوایم بگیم بررسی میکنم که این شکلی بود یا نه. خب آره اوکی. ام، خب بریم روابط عدم قطعیت رو به دست بیاریم. ببینید ما تو مکانیک کلاسیک یه چیزی تعریف میکردیم به نام خطا و این شکلی بودیم که یه کمیت یه مقداری داره، کما اینکه ما بدونیمشون یا نه. خب مثلا این محور اعداد باشه، این مثلا مقدار یه کمیتی انقدر. بعد خب ما میگفتیم که این وجود داره. حالا ما وقتی اندازش میگیریم یه خطایی داریم که خطای ناشی از دستگاه اندازه گیریمونه مثلا یا خودمون. حالا فعلا بیاید از خطای خودمون صرف نظر کنیم در خوندن مثلا خطای خطکشمون و خطای چشم ما. خطای چشم ما رو فعلا صرف نظر کنیم. ما دستگاه هامون یه سری خطا دارن، بنابراین به جای اینکه دقیقا اون رو اندازه بگیریم یه سری مقدار اندازه میگیریم که دور و بر اینه. پس یه سری داده داریم دور و بر این و بهترین حدسی که میتونیم بزنیم واسه یه مقدار اون کمیت میانگینشونه. خب یعنی این وسطیه رو از همه این داده هامون میانگین بگیریم، بگیم این بهترین حدسیه که میتونیم راجع به مقدار اون کمیت بزنیم. خب و آره به این شکل. حالا توی کوانتوم کمی به مشکل میخوره به خاطر اینکه مثلا آزمایش اشترنگراف رو در نظر بگیرید. شما یه آزمایش انجام دادی که میو رو اندازه بگیری. خب
میو یعنی مومان مغناطیسی ذرات تو اندازه بگیری و مقادیری که داریم چی هن؟ یه همچین چیزی هن. مثلا این صفر، این محور اعداد باشه. ما داده هامون اینه، مثلا یه الکترون میزنیم مثلا این از اینجا در میاد، یه الکترون دیگه میزنیم از اینجا در میاد، یه الکترون میزنیم یهو از اینجا در میاد. خب بعد داده هامون در نهایت یه همچین شکلی دارن. خب این نتیجه آزمایش اشتینگرلاف. خب بعد ما که نمیایم میانگین بگیریم بگیم خب پس صفر مومان مغناطیسی شد. خب کما اینکه از این واریانسش اگه حساب کنید که خطای اندازه‌گیریتون رو در بیارید، واریانسش از خود مقدارش بیشتره. واریانسش مثلا 2 برابر خود مقدار هر کدوم از ایناست، هر کدوم از این عددهایی که داریم. خب و اصلا معلومه دیگه، کار منطقی نیست این که همچین داده هایی داشته باشید بگید که خب اوکی من یه خطای آزمایشگاهی دارم، میانگین اینا رو به عنوان خروجی گزارش کنم بگم صفر، خطاش هم انقدر. خب به جای شما میایید میگید که 2 تا مقدار میتونه بگیره مومان مغناطیسی، یکی این یکی این. حالا بین خود اینا میگید این ناشی از خطای آزمایشگاهیه، میانگین اینا رو گزارش میکنید، بین اینا هم میانگینشون رو گزارش میکنید. خب یعنی این گزارش خطایی که از کلاسیک داریم اینو نمیشه تعمیم داد به کوانتومی. و آره پس و خطا رو نمیتونیم تعریف کنیم اون واریانسی که به معنای عادی داریم، یعنی هر داده گرفتید یه واریانسش رو حساب کنیم میشه خطا. خب چون احتمالاتیه کوانتوم، یعنی با هر کدومش با یه احتمالی میتونه از این طرف بره با یه احتمالی از این طرف. خب ولی همچنان اون واریانسه و اینم بگم دیگه، هر چقدر هم از دستگاه ایدئالی استفاده کنید این طول از بین نمیره، فقط این نوارا باریک و باریک تر میشن، اینم میدونید دیگه. خب یعنی این ضخامت این نوارا خطای آزمایشگاه، خطای دستگاه های اندازه گیریتونه، نه فاصله این دوتا. هر کاری کنید این فاصله باقی میمونه. خب ولی یه چیز به درد بخوریه به خاطر سادگیش، این خطایی که ما با واریانس گزارش میکنیم. و اهمیت اصل عدم قطعیت هم واقعیتش اینه، اینکه این خطای کوانتومی جدیدمون و خطای کلاسیکمون رو انگار به هم وصل میکنه. خب آره که دیدید رابطه شو دیگه. من واسه 2 تا عملگر می نویسم، بعد حالا میریم اثباتش کنیم. دلتا A دلتا B این مساویه با 1/2 قدر مطلق AB منهای BA. خب اینا خطاهای کلاسیکمونن، این خطاهایی که با واریانس حساب میکردیم. من اینا اون خطاهایی که توی مسئله کوانتومی داریم، این انگار اینا رو داره به هم وصل میکنه. خب بیاید یه دور اثباتش رو ببینیم با هم. خب چی کار میکنیم؟ اول نامساوی شوارت رو مینویسیم. نرم AU به توان 2 ضرب در نرم BU به توان 2 این بزرگتر مساوی AU ضرب در BU این وجود داره دیگه، این نامساوی شوارتزه. و بیاید سمت راست این ضرب داخلی که سمت راست هست و یه دور بنویسیم، این بازش کنیم اینطوری که الان می نویسم بنویسیم. خب این AU ضرب در BU برابر میشه با، خب اینو میتونید اینطوری بنویسید A استار BU. خب طبق تعریف تعریف ما اصل عدم قطعی اینو میخوایم اثبات کنیم. خب این میشه این، بعد اینو میتونید اینطوری بنویسید. یه U داریم، یه A استار B به اضافه B استار A
دوم در یو به اضافه یو ای استار بی منهای بی استار یو بی استار ای تقسیم بر 2 دوباره در یو. این تساویش واضحه؟ یعنی این دوتا با هم دیگه خط میخورن دیگه. A استار B به اضافه A استار B تقسیم بر 2 میشه خودش. خب آره پس اینو میشه اینطوری نوشت. علاوه بر این خوبی این که اینطوری نوشتیم اینه که این A استار B به اضافه B استار A خودش سیمتریکه. خب بنابراین وقتی این دوتا رو هم ضرب کردیم این طرف، این مقداره یه مقدار حقیقیه. این حقیقی. از طرفی I در A استار B منهای B استار A سیمتریکه. خب در نتیجه این کاملا مختلطه. یعنی جمله اولمون حقیقیه، جمله دوممون کاملا مختلطه. I ضرب در اعداد حقیقی. خب حالا بیایید پس نرمش رو میخوایم حساب کنیم. میخوایم این رابطه رو بنویسیم دیگه. اینو میخوایم بنویسیم. نرمش رو بیایید حساب کنیم. پس نرم این AU ضرب در BU به توان 2 میشه قسمت حقیقی به توان 2 به اضافه قسمت موهومی به توان 2 دیگه. خب پس این میشه 1/4 A استار B به اضافه B استار A به توان 2 به اضافه 1/4 A استار B منهای B استار A به توان 2. خب این از این. حالا اون طرف تساوی هم یه دونه AU به توان 2 داشتیم. AU به توان 2 میشه AU ضرب در AU که میشه U A استار A U. یعنی میتونیم اینطوری بنویسیمش دیگه، میانگین مقدار چشتاشی A استار A. اینطوری می‌نویسنش. واسه B هم همینطور دوباره. و پس این معادله رو بخوایم یه بار دیگه همین این شوارتز رو بخوایم بنویسیم، بهمون میده که A استار A میانگین B استار B بزرگتر مساوی این چیزیه که اینجا نوشتیم. بذارید کپیش کنم که خیلی طول نکشه. بزرگتر مساوی این. خب حالا این رابطه دوباره واسه وقتی که A رو ببرید به A منهای قدر مطلق، این قدر مطلق که میانگین A باز هم درسته. به جای A اینو بذارید دیگه، بازم نامساوی شوارتز واسه همه عملگرا درست. خب به جای A اینو بذارید، به جای B هم همینو بذارید. مثلا فرض کنید اسم اینو بذارم A تیلدا، اسم اینم بذارم B تیلدا. خب پس اگر این کارو بکنید، این مقدار چش داشتی A استار A چی میشه؟ این تبدیل میشه به A رو بکنیم A تیلدا، در نتیجه این آره این تبدیل میشه به اون خطاهای اصلی که معمولی که داشتیم. میانگین A منهای A به توان 2. این ببینم درست دارم میگم. آره دیگه. آره درست. همین این به توان 2. این
آره بذارید اینو اینطوری بنویسم. آها یه مسئله ای. من فهمیدم مشکل کجاست. نه درست بود، اون چیزی که نوشته بودیم درست بود. من دارم فکر نگاه میکنم چرا شبیه محاسباتی که خودم انجام دادم نمیشه. اینا یه توان دو دارم. خب این AU به توان دو و BU به توان دو دیگه، توان دوشو یادمون رفت. آره بنابراین این به توان دو میشه این چیزی که داخلش A استار ضرب در A و این میشه. اینو باز کنیم. یه دونه A به توان دو داره، یعنی میانگین A2 به توان دو. یه دونه A به توان 4. یه جمله دیگه هم این میده منهای 2AA بهمون میده. بعد ازش میانگین بگیریم دوباره میشه منفی 2 تا A کوچیک به توان 2 به توان 2 برسه دوباره خودش میشه. یعنی این عبارت از بین میره. منهای یه جمله دیگه هم داریم A کوچیک به توان 2. A کوچیک هم منظورم اینه. آره A من حواسم نبود. A کوچیک اینه. واسه اینکه دیگه اینقدر براکت تو هم نباشه قاطی نکنیم، اینو گذاشتم اسمش گذاشتم A کوچیک. آره بعد این خط میخوره از دو طرف و این تنها چیزی که میمونه اینه منهای A4. خب بنابراین اون چیزی که از این به دست میاد اینه. آره بذارید اینو اینطوری بنویسم. این توان دوشو ببرم بیرون. این توان دو رو چون این توان دو رو گذاشتیم داره هی بدبختی درست میکنه. اینو بیاد همین شکلی بنویسیم. این میشه میانگین A2 منهای 2AA به اضافه A2. خب بعد این میشه میانگین A به توان 2 منهای 2 تا A میانگین A که اینم A کوچیک دوباره به اضافه میانگین A کوچیک به توان 2 خود A کوچیک به توان 2 دیگه. اینا با هم میشن میانگین A2 به اضافه A کوچیک به توان 2 یعنی میانگین A به توان 2 منها. خب که شد همون واریانتی که داشتیم. این توان 2 شو برداشتم که اینقدر بدبختی نکشیم دیگه سرش. این میشه واریانس، این میشه دلتا A، همون خطای عادی که داریم. بنابراین این چیزایی که اینجا نوشتیم میشن دلتا A و دلتا B. خب یا بهتره بگم A استار A این هست دلتا A. خب پس اون معادله به چی تبدیل میشه؟ دلتا A به توان 2 ضرب در دلتا B به توان 2 بزرگتر مساوی چی؟ بزرگتر مساوی این. خب و این یه عبارت مثبت دیگه. در نتیجه اینو بذاریم کنار هم بازم این نامساوی درست. این فرض کن اینو نذاریم اصلا. این بزرگتر هست از 1/4 همین جمله دوم A استار B منهای B استار A به توان 2. خب این جملهشو نذاریدم با چیز دیگه. خب حالا این نامساویه رو بین این و این بنویسید. نامساوی که داریم چیه؟ اینم بگم دوباره که وقتی A رو بردید به A تیلدا جابجاگر فرقی نمیکنه. یعنی جابجاگر A و B اگر A و B رو بکنید A تیلدا و B تیلدا این همون جابجاگر A و B. میتونید ببینید خط میخوره دیگه از دو طرف همشون هم خنثی میکنه. خب حالا یه بار کامل بنویسیم اینو. بزرگتر مساوی 1/4. دقت کنید که این جمله رو من انداختم دور، نه به خاطر اینکه صفره، به خاطر اینکه به خاطر اینکه این مثبته، پس این بزرگتر مساوی این هم هست قطعا اگه بزرگتر مساوی این باشه.
خب بزرگتر مساوی 1/4 قدر مطلق A استار B منهای B استار A که ما هم معمولا با عملگرای خودالحاق کار داریم تو کوانتوم. پس اینو میشه نوشت دلتا A دلتا B، یه رادیکال یعنی بگیریم از اون طرف، بزرگتر مساوی 1/2 AB منهای BA به توان 2. خب رسیدیم به اون رابطه عدم قطعیتی که داشتیم. خب. دیدید چه فرض‌هایی کردیم توی به دست آوردن این؟ ما فرض کردیم که این فرضایی که داشتیم رو بنویسم. فرض کردیم که اگه مثلا یه یو داشتیم اونجا دیگه، یعنی ما این خطاها و این میانگینایی که اینجا داریم حساب میکنیم روی یه حالت یو هن. باید یه حالت یو بهمون بدید. من واسه یو مقدار 6 داشتی اینو حساب کنم. آها توان 2 نداره، درست، رادیکال گیره. مرسی. یه یو باید داشته باشیم که با اون یو بیان مقدار 6 داشتی اینو حساب کنیم و خطاهای اینا رو حساب کنیم دیگه. خب پس همه اینا واسه یه حالت مشخص تعیین میشه، چک کردن دو طرف این نامساوی. خب ما فرضی که کردیم این بود که یو عضو دامنه A، یو عضو دامنه B. خب و اینم بگم این که از این نوشتم به این خود الحاقی نیست، متقارن بودنه، چون روی یو تعریف کردم اینه دیگه. فرض کردم یو A استار B یو، یا اینطوری این برابر باشه با یو A یو، یا بی اینو میتونید بذارید بی یو. A استار این مساویه با یو A بی یو. خب یعنی فرض سیمتری اینجا داشتم، نه فرض خود الحاق بودن. خب خود الحاقم باشن بازم خود به خود این برقراره دیگه، سیمتریک هستن، ولی برعکسش لزوما درست نیست. خب پس علاوه بر این که یو باید عضو دامنه A و B باشه، یو باید عضو دامنه A استار و B استار هم باشه. خب من این نامساوی واسه با همه این فرض‌ها اثبات کردم. اگه یه تابع موجی در بیاریم که یکی از این فرض‌ها رو هم نداشته باشه، لزومی نداره این نامساوی که من نوشتم درست باشه. آره. و میتونیم حالا بررسی کنیم اینم باز بررسی کنیم که کی کمترین عدم قطعیت ممکن رو داریم. خب کمترین عدم قطعیتمون کیه؟ بیاید یه نگاه به اثباتمون بندازیم. ما نامساوی شوارت رو نوشتیم. این نامساوی کی مساویه؟ وقتی که A و B موازی باشن دیگه. دو تا بردار که با هم موازی باشن، ضرب داخلیشون میشه ضرب اندازه هاشون، این نامساوی مساوی میشه. خب یکی اینجا اینو نوشتیم نامساوی اون مساوی میشه، یکی اینجا که ما این جمله رو انداختیم دور. خب پس کمینه عدم قطعیتمون وقتیه که این جمله صفر باشه و بردارها موازی باشن. پس می نویسمش. دو تا شرط داریم. یکی این که A منهای مقدار چش داشتی A در U و اینطوری بنویسم، این موازیه با B منهای مقدار چش داشتی B در U، این دوتا با هم موازی باشن و اون جمله‌ای که اونجا آوردیم صفر باشه دیگه. بذار جمله رو هم بیارم. این جمله این وسط، این جمله هم صفر باشه. خب
باید این صفر باشه، خودش هم صفره، این چیزی که نرمش صفره کلا صفر دیگه. این شکلی این باید بشه صفر. اوکی. پس این دوتا معادله های وقتی هن که معادله حالتی هن که مینیمم عدم قطعیت ممکنه داشته باشه. حالا این موازی بودن رو من ریاضیشو بنویسم. همین موازی بودن رو میشه اینطوری نوشت که آلفا در AMN های قدر مطلق، میگم قدر مطلق، مقدار چش داشتی A در U به اضافه بتا BMN های مقدار چش داشتی B در U این بشه صفر. یه جوابی وجود داشته باشه واسه آلفا و بتا. موازی بودن یعنی اگه یکیشون رو توی عددی یعنی یکیشون یه ضریبی از اون یکیه. بذار اینطوری بگیم، این بتا رو بنویسیم آلفا بتا یکیشون یه ضریبی از اون یکی. خب آره 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 اینو واسه یه نوسانگر هماهنگ نشون میدم. این یه واسه مکان و تکانه اینو نشون میدم. خب بعد حالا بذارید من اسم اینو بذارم مثلا V، اسم اینو بذارم W، اسم این برداره رو. خب آلفا بتا اومه V به اضافه W مساوی صفره. پس W مساوی منفی آلفا بتا اوم V. پس خب حالا میخوایم این رابطه رو هم بنویسیم. این رابطه هم یعنی اینکه آلف A استار B U. آها فقط بذاری این هم تیلدان، چون ما تهش اومدیم گفتیم این همه رابطه ها رو به جای A اینو بذار A تیلدا. بنابراین این شرطمون هم شرط چیزه، اینا هم باید تیلدا باشه. اوکی. خب حالا بیاید ببینیم چی میشه این شرط. این شرطه بهمون میگه که م، آها آره اینطور این جواب میده. ببینید این شرطه رو بیاید اینطوری بنویسم. U در A استار B U به اضافه U در B استار A U مساوی صفر. خب جمله دوم قبول دارید مزدوج مختلط جمله اوله. خب یعنی از جمله دوم اگه مزدوج مختلط بگیرید میشه همون جمله اول. بنابراین این معادله داره بهمون میگه که بخش حقیقی این موجود صفره. بخش حقیقی مقدار چش داشت بخش حقیقی این A استار B مساوی صفر. خب و این یعنی ضرب داخلی وی و دبلیو مون این بخش حقیقیش صفر. چون A روی U چی میشه؟ میشه V. B هم این B تیلدا هم روی U میشه W. ما بخوام یکم چیزتر بنویسم اگه نفهمیدید این آخرش چطوریه، این تو اینو نوشتم. خب این میانگین A استار B اینو میشه اینطوری نوشت دیگه U A استار B U. این هم میشه اینطوری نوشت A U B U. این V بود، این W. خب بنابراین بخش حقیقی ضرب داخلیشون صفره. این دوتایی که نوشتیم این موازی بودنه به این معنیه که اینا
ضرب داخلیشون مختلطه، خب موهومیه یعنی کاملا. خب پس بخش حقیقی ویو دبلیو هم صفره. حالا این معادله رو ببینید، مثلا یه دبلیو ضرب کنید از چپ. خب مثلا سمت چپ میشه 1، سمت راست میشه منفی آلفا به بتا ضرب داخلی دبلیو و وی. خب و این بخش حقیقیش صفره دیگه، یعنی اینکه این مختلطه، این هست مثلا یه عددی ضرب در آی. سمت چپمون هم که 1 حقیقیه، پس این آلفا بتا هم آلفا بتا یه عدد کاملا مختلطه، مثلا اینو تونستیم راجبش در بیاریم. خب مثلا میتونید بنویسیدش آی ضرب در یه لاندایی مثلا. خب خلاصه به هر حال این حالتی که کمترین عدم قطعیت ممکن رو داره از این دوتا معادله به دست میاد. حالا ما این خاصیت رو واسه ثابت کردیم، ولی کلا از این دوتا معادله به دست میاد. اینکه این دوتا موازی باشن و اون جمله‌ای که انداختیم دور بشه صفر. اینا کمترین عدم قطعیت رو میدن بهم. خب واسه یه مکان و تکانه میتونید ببینید اینو راحت که بهتون نتیجه میده دلتا پی ضرب در دلتا ایکس بزرگتر مساوی اچ بار دومه با همون ضرب داخلی عادی که داریم. و اینو من جلسه بعد نشون میدم که حالتی که کمترین عدم قطعیت رو داره واسه مکان و مکانه واسه مکان و تکانه این شکلیه: یه ضریبی ای به توان منفی ax2 منهای bx. خب اینو نشون میدیم و اینا حالتهای همدوست نوسانگر هماهنگن. خب یعنی هیچ کاری به نوسانگر هماهنگ نداریم. ما دو تا عملگر داریم به نام x و p، میخوایم ببینیم چه تابع موجی مینیمم عدم قطعیت بین این دوتا رو داره. خب و حالت ها همدوست به دست اومدن. شما این حالت ها رو میتونید از اون A و A دگر نوسانگر هماهنگ بود برید ویژه بردارای A رو به دست بیارید. اینا میشن همین به این شکل در میان کامل. این حالتهای همدوست نوسانگر هماهنگ کمترین عدم قطعیت ممکنه داره، یا به اصطلاح کلاسیکی ترین حالتهای کوانتومی هست. بیشترین خواص کلاسیکو داره، کمترین عدم قطعیت ممکن. خب من جلسه بعد میپردازم به این به دست آوردن اینو در میاریم، این حالتی که کمترین عدم قطعیت بین مکان و تکانه رو داره. بعد به یه سری بدفهمی های عدم قطعیت میپردازم، مثل همون تکان زاویه‌ای و زاویه، اینکه اینا عدم قطعیت ندارن با هم دیگه. خب مثال لفظم میزنم، یعنی مثالی میزنم که ببینید زاویه و تکان زاویه‌ای عدم قطعیتشون صفر، میتونه توی یه حالتی میتونه صفر باشه. دلتا پی تتا تکان زاویه‌ای عدم قطعیتش صفر بشه، عدم قطعیت تتا هم یه چیز محدود بشه، یعنی ضربشون صفر دیگه. واسه همین عدم قطعیت نداریم، یه رابطه اون شکلی نمیشه واسش در آورد. و آره دو تا به جز نه نه نه، چون اون چیزای فیزیکی که ما میبینیم در نهایت تو آزمایشگاه همه حقیقی هم دیگه، چون مثلا چون عملگرامون هرمیتی هم. واسه اینو تو آزمایشگاه یه ابزاری بذارید اندازه بگیرید یه آی نمیبینید. آره
چیزایی که باقی مونده اینا رو که گفتم، این کاری بود که جلسه بعد میکنیم. یا جلسه بعدم فکر میکنم میتونیم اون truncated هیلبرت اسپیس رو شروع کنیم، یعنی حذف هیلبرت محدود. از این به بعد ما تلاشمون اینه که یه سری سعی کنیم یه روش خوب واسه کار کردن با این عملگرای پیوسته پیدا کنیم. خب مثلا دیدید که این عملگرای پیوسته ای که داریم خیلی راحت نمیشه تعمیمشون داد، یعنی خیلی راحت نمیتونید گسسته ها رو تعمیم بدید به عملگرای پیوسته، هیچ مشکلی هم پیش نیاد. جلسات پیش کلی مثال زدیم از اینکه چقدر به نتایج مشکل ساز میخوردیم. خب ما تو این قسمت هایی که داریم دو قسمت مونده. فکر میکنم حالا سعی میکنم بریم جلسه بعد اگه بتونیم تمامش کنیم خوب میشه، چون میخوام هر چه زودتر وارد قسمت بعدی شیم، قسمت سیستم های مرکب، چون هم اونجا حرف زیاده، هم قسمت خیلی قشنگی از ماجرا. خب تلاشم اینه که جلسه بعد اگه شد یکم سرعت رو ببریم بالاتر که این قسمت رو تموم کنیم. هدفمون گفتم اینه که یه فرمالیسم خوب بسازیم واسه کار کردن با متغیرهای پیوسته. خب، این یه ایده همینه که فضای هیلبرت رو محدود کنیم که جلسه بعد صحبت میکنم راجبش. بعد اینکه اون خیلی روش خوبی نیست، یه سری معضلات داره اون. و بعد نظریه طیفی رو میگیم، اسپکترال تیوری رو میگیم، که اون دیگه میتونید هم حدس بزنید، یعنی که اون کاریه که واقعا ما تو واقعیت هم انجام میدیم. شما وقتی طول رو میخواید اندازه بگیرید، طول پیوسته است دیگه. خب ولی شما این مقادیر گسسته بهش نسبت میدید وقتی با خط کش اندازه میگیرید، مثلا 1 میلیمتر، 2 میلیمتر، 3 میلیمتر، دیگه راجع به خورده های میلیمتر صحبت نمیکنیم. خب این همین کار رو سعی میکنیم اینجا هم انجام بدیم، نشون بدیم که این سازگاره، این دیگه اون مشکلات رو نداره خیلی. آره. همین. یه مقدار زیاده ولی باز من تلاشمو میکنم که زیاده ولی نهایتا تو 2 جلسه تموم میشه این بخش. من سعی میکنم که بشه یه جلسه که بریم سراغ سیستم های مرکب، چون کار زیادیمون هم با خود سیستم های مرکبه، یعنی ما چندین فصل درگیر اون چیزاییم که اونجا یاد میگیریم. چون سیستم های مرکب رو یاد بگیریم، بعدش میریم سراغ قضیه بل و اینا که به شدت از همینا استفاده میکنیم توی اون بافتاریت و این کانتکستوالیتی و قضیه بل و اون داستانه مربوط بهش. بعدش هم که بریم سراغ دینامیک بازم از این استفاده میکنیم، چون قراره برسیم به ترمودینامیک و دوباره به شدت نیاز داریم به این چیزی که واسه سیستم های بسط ذره‌ای، فرمالیسمی که واسه سیستم های بسط ذره‌ای میسازیم. واسه همین توی اون بخش احتمالاً زیاد میمونیم، ولی خب خودش هم زیاد هست و من به نظرم جز قشنگترین جاهای بحثمونه کلا. خب، آره همین. اگه سوالی دارید میتونید بپرسید، اگه نه میتونیم این جلسه رو تمام کنیم. مرسی. شما هم خسته نباشید. پس فعلا تا جلسه بعد، خدا نگهدار.